امروز تمام گوشه کنار مملکت میروم میبینم از کار و فعالیت دهقانا. خودتان قضاوت کنید از بازار داخلی مملکت امروز دهقان ما چی استحصال نمیکنه و چقدر صادرات نمیکنه. قریب 1 میلیون تن میوه سبزیجات از کشور بیرون صادرات شده ایستاده است هر سال و بازار استعمال را تامین کرده ایستاده است و با چگونه رنج زحمت و با چگونه تکنولوژی نانو تکنولوژی میم تکنولوژی اینواسیون میگیم. لیکن وقتی میرویم ما با دهقان عادی که در نزد حوله یا زمینی بنا پرزنتی که گرفته است در 1 سال 6 حاصل میگیرد، در 1 کیش 3 نمودی سبزیجات کشیده است، 10-15 عائله را خورانده پوشانده تامین کرده با بازار محصولات برآورده ایستاده است. حتی در تاجیکستان عالمان ما خفه نشوند از من. وقتی نایه شهری توز رفتم من در فصل تیرما دیگر وقت دیگر نبود، لیکن مرا بردن دهقانا از چین نهال آوردن، نهاد توت شناندن و کرمک پرورش کردن. در 1 سال 2 مراتبه در تیرما کرمک پرورش کرده حاصل گرفتن و کارخانه رساندگی ابریشم براری در نایه شهرتوز امسال به کار می‌داره. از این 3 سالی کرمک بگیم پیله خودی 3 سال 2 حاصل. کدام عالم ما میگفت که در 1 سال در تاجیکستان 2 مراتبه حاصل کرمک گرفتن ممکن. 2 مراتبه من با چشم خود دیدم. نه اونقدر خراجاتی، لیکن خواهش ذوق داشتن در کار میشد، کار نمیشدگی نیست.